ادامه. خب که اشرف حکیمی و امباپه و آردا گولر و واکر برامون یورویی در اومد. خب حالا نوبت دیگه قرعه کشی رو ولش کن. قرعه کشی به نظرم بنفش توش خوب در میاد. بریم ببینیم بنفششو. یا یا خدا اون دوتا واقعا خیلی ارزش بود. یعنی یه دونش از یه مغازه بود، یه دونش از یه مغازه دیگه. شاید دوتاش امضا اوه پیتر چکه نه کاسیاسه. چکه دروازه‌بان. نه بنفش کاسیاس. نه اون که آره ولی این پیتر چکه. آره رئالی اینا همون چیزه. روم امضا. جدید نباشه. مربیشه. ماشاءالله خیلی خوبه. مربی پرحاشیه‌ای هم هست. خب اوورال 88. آره. بعدی بریم سراغ سبز، چون من تا حالا موقع خرید سبز ندیده بودم. بذار من اینا رو بردارم. آبزه کناره. فقط با یه آدم کش باش نره. نه نگاه کردم. حالا آخر سر نگاه میکنیم. حالا سبز باز نکردم. سبز کم سبزش. اوکی. من مشهور باشه. آره اتو بارسا یه زمان قوقا میکرد رادینا. اتو اوورالش 90. آها. این چه کشوریه؟ من فکر این چه تیمیه آقا؟ هر کی میدونه بگه. کامنتا بگه. عربیه؟ تیم ناکجا آباده. بیار ببینیم چیه حالا. آره دیدم قیافشم. کیه؟ اسپانیایی که پرچم اسپانیا نیست میگه. اسپانیاییه ولی تیم اسپانیایی. جوسیلو. اسپانیایی اکثریت تیمای خوبن. عجیبه. برو بعدی. میریم سراغ دوتا بنفش. خب صبر کن رادی.